طرف از فرط خوشحالی سکته میکنه. ای وای، این تایر خوشبختی از کجا بر سر من نشست. و دویش مرد است، البته انگشتره برش پیشنهاد میکنه، یعنی میخوایم با تو ازدواج کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، کلیپ را امروز خدمت شما نشان میتونم که مصداق به اون کلام و صحبت‌های قبلی ما است که ما بارها گفتیم در برنامه‌های گذشته که یکی از اسرار زندگی کردن در کشورهای غربی این است که انسان نمیتونه فرزند خود طبق شریعت تربیت کنه و کسایی که میتونه مطابق با شریعت فرزند خود تربیت کنه و تربیتش میتونه ضمانت کنه یا تضمین ناخوشایندی اون پدر و مادر و الا این که در مکاتب و جایی که اینا درس میخوانن، ورزشایی که انجام میدن، کوشش میکنن که بیشتر حس همجنس بازی و همگرایی را در وجود اینا در واقع تقویت کنن. حالا ببینین این یک کلیپ که یکی از دوستا فرستادن، اینه که کلیپ داشتم نگاه میکردم با خود میخندیدم. کدام مراسمی از جای است، دو نفر کنار همدیگر نشستن، آدمای خیلی گنده و بعد اون یکی متوجه نیست، طرف روی خود در رو میته و بهش انگشتره و دویش مرد است، البته انگشتره برش پیشنهاد میکنه، یعنی مبنی بری که میخوایم با تو ازدواج کنم. خب حالا ممکن این دو نفر مرض داشته باشن، حالا ممکن تکلیف روانی روحی، هر کس میتونه ایراده بگیره آقا چی کار داره، بشه تکلیف داره، تکلیف روانی، تو بهش چی کار داری؟ خب درست است، صحیح است، تکلیف روانی داره این دو نفر و اینا کار نداره. سوال ما از اون خانم هایی که و اون افراد اشخاص که در حول اینا جمع هستند و خدای من جالب چی است که از این دو نفر که اون کسایی که در جمع اینا هستن و این وضعیت نگاه چقدر خوشحال میشن. شما این کلیپ نگاه کنید. طرف از فرط خوشحالی سکته میکنه. ای وای، این چی؟ این تایر خوشبختی از کجا بر سر من نشست. سعی کنین داد چیش حال کرده است، اصلا با چی شوق ذوق در واقع میگیره. نگاه کنید. غرب این موارد میایه به فرزندانمان تعلیم میده. این که در دنیای غیر از جغرافیای مسلمانان تربیت فرزند سخته است و ما بیشتر میگوییم که در واقع نباید شد. یک چیز دیگه جالب، همین لحظه به خاطر مامتی که از خواهرها که در جرمنی زندگی میکنن گفتن که در یکی از مراسم که کلیپ هایش موجود است، فکر در صفحات اجتماعی، من اگر پیدا کنم کلیپ خدمت دوستا در صورتی که بتونن چهرهشون رو بلور کنن، چون افغان ها هستن، یک طرفش افغان است، البته زیر این کلیپ در قسمت اخیر من نشر خود کردیم. اون خواهر بر من کلیپ روان کرده که در خصوص یک برنامه بگه استاد که یک افغانی است و جالبش این است که مادرش با چی شوق ذوق طرف میاره و در عقد ازدواج یک مرد خارجی در میاره. یک افغان است ها، یعنی شاید شما تعجب کنین که سشران چی میگه، افغان است، مادرش آمادهش ساخته، عروس است، در حال که مرد است، میاد ایجاد حکم عروس است، میاره و این عقد ازدواج، این پیوند. و جالبتر از اویی که خواهر میگه اکثریت کسایی که در این محفل اشتراک کرده بودن مجموعه از افغان ها بودن، 50-60% افغان ها بودن. آنقدر این خواهر مؤمنه ناراحت بود که استاد گفت در خصوصی یک برنامه مرض است، اون مرض سالی دیگه آقا شاه خودم نداره، تا دامان همگی رو میگیره. ما که میریم در ارتباط با این کلیپ ها صحبت میگیم، یک سری از افرادی که مریض هستند از زیر اون کامنت ها پیام میمونن که استاد تو چی کار داری، دلشون آیینشون صحیح است، دلشون آیینشون صحیح است، درست. اما ما شما را یکسان هشدار میتیم که توجه کنید به حالت فرزندانتان، به حالت دخترانتان، پسرانتان. اگر در کشور خارج ها روی الملحوظه که زندگی میکنیم، در رو باب ما صحبت هم نگیم، به ده ها کلیپ، صدها کلیپ با گفتار ما، فکر نکنیم که کسی از استرالیا بیاید در افغانستان یا از کجا. اما حداقل شما فرزندانتان در تربیتش توجه داشته باشید. اگر چنین نکنین وضعیت و حالت میرسه به اینجا و وضعیت و حالت به اون قضیه و داستانی که در واقع
اون خواهر مؤمنه ایمان که داشت گریه میکرد، داستان قصه میکرد، با اونجا. همه شما مسئول هستین، همه تان به مثابه استادان، مربیان، مسئولین در داخل نظام خانواده تان و در روز آخرت از شما در ارتباط بین فرزندانتان، برادران و خواهرانتان پرسیده خواهد شد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، به خاطر حمایت از برنامه‌های اسلامی و حافظ اکادمی شما میتونین از طریق اکانت هایی که نمایش داده میشه، چیزایی که در کشورهای اروپایی هستن، از طریق سویفت در قسمت پایانی به شما نشان داده میشه رقم این اکانت ها. با خاطر بهبود این برنامه ها دوستان عزیز شما میتونین که سهم بگیرین. ما انشالله استودیوهای خوب بسازیم و عزیزای زیادی، جوانای زیادی در کنار ما کار کنن در بخش نشریات و همچنین در بخش چاپ و نشر کتاب ها. این یک صدقه جاریه به شما خواهد بود. و به شما خبر خوش دارم وی که به زودی کتاب علاج شرعی سحر جادو و چگونگی راه نجات از افسردگی به زودترین فرصت نشر میشه. به خاطر چاپش هزینه نیاز است، حتما شما در این امر خیر سهم بگیرید. السلام علیکم.